براتون ویدیو نمیگیرم چون تو ویدیوهای قبلی آموزش این قسمت رو دادم، چون فقط باعث میشه که تایم ویدیو بره بالا و اینکه حجمش زیاد بشه و شما نتونید راحت دانلود کنید. بچه‌ها این فرمر مدلش زنبوریه. فرمر مدلای مختلفی دارن، پروانه‌ای، فرقی نداره. فرمر برای کاشت گیریم، برای ناخونایی که صدف کوچیکی دارن، تیپ نمیخوره به دستشون، اینا استفاده میشه. فرمرتون رو از برگشت جدا کنید. این قسمتی که وسط فرمره بچسبونید به این قسمت پایین فرمر که باعث میشه دیگه فرمرتون جمع نشه. بعد این قسمتش خودش یه خدچین داره، میتونید در اونجا یا با قیچی یا با دستتون باز کنید. بعد فرمرتون رو از وسط به این صورت به هم بچسبونید. بعد برای کاشت با فرمر لازمه که مشتری حداقل یک کوچولو ناخون رو داشته باشه که این فرمر بره زیر ناخون، که حالا ایشون ناخونشون هم بلند بود، ما فقط یک کوچولو موقع زیرسازی کوتاهش کردیم. کوتاه که یعنی مرتب ترش. حالا این هم انقدر چسبش قویه که ببینید فرمر قشنگ باید زیر ناخون کیپ بشه، یعنی کامل فشار بدید، بچسبه از روبرو به ناخون، رو به بالا رو به پایین نباشه، قشنگ صاف باشه. بعد از اینجا محکم فیکسش میکنید روی دست. شما الان اینو از نیمرخ که ببینید صافه، نه رو به بالا نه رو به پایینه، دقیق زیر ناخونه. خب برای مواد گذاری قلمو کامل میزنید توی لیکوید که هوای قلمتون از بین بره. قبلا هم اینو بهتون آموزش دادم ولی دیگه فیلمو تیکه تیکه نمی کنیم. قلمو کامل توی لیکوید چند بار فشار بدید. قشنگ ببینید هنوز موهای قلم من کامل باز نشده. انقدر این کارو میکنم تا قشنگ این موهای قلمم باز بشه. آب قلم رو میگیرم، میام موادم رو به صورت جارویی برمیدارم. اولین نقطه ای که باید موادتون رو بذارید قسمتیه که سر آزاد ناخون شماست که متصل شده به فرمر. شما اول میاید این قسمت رو مواد میذارید که فرمرتون کامل فیکس بشه. بچه‌ها فرمر یه خوبی که داره با این صفحه های شطرنجی که داره یا سایزایی که میذاره به شما سایز ناخون رو میده دیگه، همه ناخونای شما یک اندازه در میاد. میایید ناخونتون رو به فرمی که میخواید و بهش میدید. من میخوام اینو گردش کنم. ببینید همه چی با قلمه، فرمدهی، مواد گذاری، کنترل مواد، همه چی رو شما باید با قلم بتونید انجام بدید.
برای مواد گذاری ریشه ناخن رو میگیرید به سمت پایین که موادتون نچسبه. خب من مواد گذاریمو انجام دادم. تیپمو میگم فرمرم رو باز میکنم، اجازه میدم موادم خشک بشه، هنوز کامل خشک نشده، و بعد میام برای سوهان کشی. موادمون رو گذاشتیم، مواد خشک شد. بچه‌ها بهتون توی آموزش کاشت پودر با تیپ گفته بودم که حتما ساید والاتون رو مواد بذارید به سمت داخل فید کنید، چون دقیقا ناخن از همین قسمت میشکنه دیگه. حتما این قسمت رو یادتون نره که مواد گذاری کنید. من الان ساید والام پر بود، بعد نیازی نداشت که بخوام ساید والامو دوباره مواد گذاری کنم. خب میریم برای سوهان کشی. گفتم که اول برای سوهان کشی بغلا رو خالی میکنید تا فرم ناخن به دست بیاد. بچه‌ها توجه کنید، اگر موادتون رو صاف بذارید، کم کم مواد بذارید، یه توپ مواد گنده رو نذارید، هم ناخونتون ظریف میشه، همین که خیلی نیاز به سوهان کشی نداره، فقط در حدی که یه کمی از حجمش رو بخواید کم کنید. خب من با استفاده از سرسوهان دورگیری میام اول دورگیریمو انجام میدم. بهتونم که گفته بودم چطوری دورگیری کنید. به همین صورت گرد. خیلی خودتون رو درگیر دورگیری که برای اول انجام میدید نکنید، چون که آخرش باید مجددا یه بار دیگه دورگیری انجام بدید. من با استفاده از سرسوهان الماسه استوانه‌ای میام حجم مواد رو کم میکنم. بچه‌ها خیلی رو دور تند نذارید، تند اینو بکشید، اینجوری نگه ندارید چون مواد رو میکنه و اینکه رده رده جا میذاره. تند اینو اینطوری بکشید. برای اولش بهتره که شما از سرسوهان‌های پودری استفاده کنید، چون سرسوهان‌های الماسه خیلی تیزن و ممکنه که درست نتونید باهاش کار کنید. خب من مواد گذاریم خیلی نبود زیاد، نیاز به اون نوک شاخه اندیشم نیاز به حجم گیری نداشت. بهتون گفتم موقع سوهان کشی زیر بغل رو، زیر بغل رو، این کار باعث میشه کناره های ناخونتون گرد بشه. کم کم از هر دو طرف این کار رو انجام میدید که یه دفعه از این ور زیاد نهید این ور کم بشه دیگه نتونید کالیش کنید، مخصوصا وقتی کار رو مواد و مواد رو بخوای مجددا فرم بدی خیلی سخته. زیر بغل رو به همین ترتیب.
من میخوام نوکش یه کمی تیزتر باشه، پس بیشتر از این کنارا سوهان کشی میکنم که این فرم تیزی که میخوام رو بگیره. نمیخوام خیلی تیز بشه، نمیخوام اینطوری دیگه خیلی گرد باشه، میخوام یه حالت بادومی داشته باشه. خب یه بار دیگه میام از زیر و بغل و رو سوهان کشیمو میکنم که این حالت گردشو بگیره. برای سطح روی ناخن خیلی نزدیک ریشه نمیرم چون دورگیری کردم و فقط میام به همین صورت روی سطح ناخنم و سوهان میکشم که صاف بشه، اون رده های سوهان برقی که کشیدم از بین بره. برای سر آزاد به این صورت هم از این طرف هم از این طرف به صورت گرد سوهان میکشید که این سر حجمش کمتر بشه و کار ظریفتر به نظر بیاد. همین قوسی که قسمت استرس پوینت یا اپکس داره ایجاد بشه. این دستی که شل بگیر بسم اینو بازش. خب من یه بار دیگه میام دورگیری نهاییمو انجام میدم و کارمو پولیش میکنم. این دورگیریتون رو بچه ها خیلی با دقت انجام بدین چون که دورگیری نهاییتونه. خب ناخن رو برمیگردونید، اگر از زیر کثیفی داشت برطرف میکنید، اگر نه که هیچی. من زیر ناخنشون اوکیه، مواد اضافه هم نیست. میام بافر میزنم. لحظه صبر کن بچه ها. این سرسوهان پولیشه برای اینکه گرد و خاک دور دست رو بگیره. این کدورایی که رفته این کنار استفاده میشه. کاربرد خوبی داره به نظرم، بگیرید بد نیست ولی اجباری نیست. خب اینم از کاشتمون با فرمر. حالا اگر خواستین ژلیشش میکنین، اگر نه که هیچ. برای ژلیش گفتم یه لایه خیلی نازک میزنید اول. سر آزاد ناخن رو حتما ببندید.
برای قسمت ریشه گفتم میتونید با استفاده از قلم طراحی لاکچرتون رو بزنید که تمیزتر در بیاد. برای کسایی که اولش تعادل ندارن یا نمیتونن هلالی رو تمیز در بیارن، میخوره به دور انگشت. خب من لایه اولم رو زدم، 60 ثانیه میذارم داخل یووی، میام برای لایه دوم. خب من اینو گذاشتم داخل یووی، لایه دومم هم میزنم، سر آزاد رو میبندم و در نهایت تاپ شاینتون رو میزنید و کار به اتمام میرسه.